درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکل، گفتار 67. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب‌نمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. احمد دانش، ستاره در تیره شب‌های بخارا. نویسنده وضع جامعه خود را عمیق تحلیل نموده، قفامانی و جهالت پرستی اهل زمانه اش را سخت انتقاد می کند. به نظر او اهل زمانش در بند دین تقلیدی گرفتار بوده، از اصل اسلام فرسخها دور رفتند و اهل علم که مسئولند حقیقت دین و دیانت را روپوش می کنند. از علامت اسلام همین عمامه ها بر سر است و از شعار ایمان همین اذان در مناره و بر زبانها قال ابی حنیفه جاری است. اما در کردار و اطوار تفاوتی فاحش در میان است که در هیچ ملت آشنایی ندارد. به اندیشه احمد دانش در جامعه آدمان ثروتمند و کمبغل وجود دارند و باید برای تأمین اشخاصی کمبغل و نادار و معیوب و بیمار نفران دارا و ثروتمند غمخواری نمایند تا عدالت اجتماعی رعایت شود و هدف اصلی یکی از رکنهای اصلی اسلام زکات نیز همین است. در معیار و تدین احمد دانش راجع به انتخاب کسب و پیشه ها، نکاح و ازدواج، مناسبت با اهل جامعه و امثال اینها نیز سخن رانده، در هر کار راستی و پاکیزگی را شرط اساسی می شمارد. علامه احمد دانش نه فقط در رشد ادب و فرهنگ تاجیک، اینچنین در تشکل دیدی روشنفکری و اصلاحات طلبی مردم آسیای مرکزی سهم ارزنده گذاشت و با آثار بیزوالش صحیفه های تاریخ افکار اجتماعی و فرهنگی مردمان این منطقه را غنی‌تر نمود. از این رو طبیعی است که ما به شخصیت و میراث گرانمایه اجتماعی و بدیعی این شخصیت بزرگ دولتی، علمی و ادبی و فرهنگیمان بیش از بیش ارج می‌گذاریم. سال 2017 به افتخار تجلیل 190 سالگی احمد مختوم دانش، چاره‌بینی‌های زیاد فرهنگی از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه و راه اندازی گردیدند. به این مناسبت در شهر دوشنبه
باغی به نام احمدی دانش افتتاح یافت که مساحت آن 285 هکتار را در بر گرفته به جای دوست داشته استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت عزیزمان تبدیل یافته است. باید خاطر نشان نمود که تا کنون آثار او در شکل برگزیده تهیه و نشر شده بودند و به این مناسبت با کوشش پژوهشگران تاجیک نشر علمی انتقادی آثار علامه رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منقیطیه، نوادر الوقایع و معیار التدین منظور اهل جامعه گردیدند. ولی این همه ارجگذاری به نظر من کم است. باید روزگار و آثار این علامه دوران هرچی بیشتر مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته، صحفه های ناروشن آن آشکار و منظور وارثان واقعیش قرار بگیرد. با استفاده از فرصت پیشنهاد می کنم که به خاطر گرامی داشتی این چهره واقعاً ماندگار ملت و سرزمین، سیاستمدار دوراندیش و توانا، دانشمند و ادیب معروف احمد مخدوم دانش، هیکلی با شکوه او چون وصلگر دلها و تمدنها در شهر دوشنبه گذاشته شود تا نسل امروز و فردا از شجاعت و جسارت و کاردانیش همواره آگاه و با خبر باشند و از آن سبق وطنداری و خویشتن شناسی بگیرند. شمس‌الدین شاهین، صیقلگری آینه دلها. استقلال دولتی در تاریخ خلق تاجیک تحولات کلی به وجود آورده، با مردم کشورمان راه نوی ترقیات را باز نمود و برای پیشرفت همه ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی زمینه مساعد فراهم آورد. با افتخار می توان ذکر کرد که در این جاده خصوصاً در برقرار ساختن حاکمیت کنستیتوسیونی، حمایه دولتداری ملی تاجیکان و نجات ملت از پراکندگی، سهم ساکنان سربلند شهر کولاب بسیار ارزشمند می باشد. فرزندان این گوشه وطن مقدسمان در مسیر پرشیب و فراز تاریخ بارها به مقابل اجنبیان و اصطلاحگران استادگری کرده، کارنمایی و جوانمردی بی‌مثل نشان دادند. روح استقلال و آزادی و خودشناسی تاریخاً در وجود هر یک ساکن شهر باستانی کولاب جای گرفته. مردان دلیر و شجاع این سرزمین برای حفظ شرف و ناموس مرز و بوم و هر یک وجب خاک مقدس وطن
قهرمانی و جانبازی ها نموده، هرگز در نزد اصطلاحگران اجنبی و بدخواهان و دشمنان ملت سر خم نکردند. از تاریخ پرپیچ و تاب و عبرت‌آموز خلق تاجیک می دانیم که هنوز در عصرهای 6 هفتم طبیعت زیبا، ذخیره‌های بای و زمین‌های حاصلخیز ختلان دقت حاکمان منفعت جو و لشکرکشان غاصب را جلب کرده بود. هجوم و تاخت و تازهای زیاد اجنبیان و بادیه نشینان استیلاگر محض از مقاومت ساکنان قهرمان شهر کولاب شکست خورده، بزرگترین لشکرکش‌ها بعد ناکامی و عقب نشینی در صحیفه‌های خونین تاریخنامه خود دلیری و شجاعت، هوشیاری و متانت و روحیه قوی خرد و بزرگ و زن و مردی این گوشه دیار ما را ثبت نمودند. کولاب تاریخ خیلی قدیم داشته. ما چند سال پیش 2700 سالگی آن را در وضعیت تنتنوی تجلیل نمودیم. آثار زیاد تاریخی از حدود آن پیدا شده از گذشته پرشرف این شهر باستانی تاجیکان درک می‌دهد. در برابر این مردم این شهر از زمانهای قدیم به هنرمندی مشغول بوده تا به حال این عنعنه‌های نیک را ادامه می‌دهند. تشکیلات با نفوذ بین المللی یونسکو در قطار دیگر آثار قدیمه چکن را همچون میراث تاریخی خلق تاجیک اعتراف نمود که زادگاه آن شهر باستانی کولاب می باشد. در نقش‌های چکن آرزوی و آمال و حافظه تاریخی قوم‌های آریایی جای گرفته توسط هنرمندان ماهر تا به زمان ما رسیده در عالم اعتراف و محبوبیت پیدا کرده است. موجود بودن کوچه‌های زرگران، چرمگران، کاسه تراشان، کلالگران، آهنگران و مانند اینها در شهر کولاب از مدنیت قدیمه شهرنشینی درک داده. این هنرها از نسل به نسل میراث مانده اند و تا به امروز در این شهر تاریخی رواج دارند. شهر کولاب اینچنین مکانی شاعران و ادیبان و عارفان و دانشمندان بوده. این شهر باستانی را مسکن نمودن میر سید علی همدانی نیز بی سبب نیست. باید گفت که دایره ادبی کولاب در عصر 19 و ابتدای عصر 20 ادیبان زیادی را به کمال رسانید که اکثریت آنها در شهر باستانی بخارا تحصیل علم نموده، پسان به زادگاهشان برگشتند و در تشکل و تکامل حیات ادبی این منطقه نقشی با سزا گذاشتند. آثار شاه نعمت الله ولی، ناصح ختلانی، خواجه اسحاق ختلانی، حاجی حسین ختلانی، حاجی محمود خواجه بلجوانی
میرزا قدم و صدها نفر دیگر که در آثار گرانبهایشان ارزش‌های عمومی بشری و عمومی انسانی را ترغیب نمودند، نمونه برجسته حیات علمی و ادبی این گوشه وطن عزیزمان می باشد. عده دیگری از زادگان کولاب برای اندوختن علم و دانش به بخارا رفته، من بعد زندگی و فعالیت در این شهری کهن بنیاد و تمدن آفر را اختیار نمودند. ادیبان فرهیخته معدوم کولابی، ناصر، افسر، ذره، برهان الدین بسملی کولابی، مدرس ملا عبدالرحیم که با تخلص عجزی شعر می گفت، خادمان برجسته سیاسی ملا صدرالدین، پسرش ملا بدرالدین و نبیرش ملا برهان الدین که مدت قریب 1 قرن در منصب بلندی قاضی کلان امارت ایفای وظیفه کرده اند و دیگر شخصیت های ورزیده کولابی اصل در حیات ادبی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بخارا نقش مهم داشتند. شمس الدین شاهین نیز یکی از چهره‌های درخشان ادبیات نیمه دوم قرن 19 بوده. در طول عمر کوتاه خود میراث فراوانی را در ژانرهای مختلف ادبی، داستان و مثنوی، قصیده و غزل، رباعی و ترجیعات، مخمس و مسدس به یادگار گذاشته است. راجع به روزگار و آثار این شاهین بلند پرواز میدان ادب، دانشمندان تاجیک خالق میرزازاده شمس الدین شاهین، استالین آباد سال 1956، رسول هادی زاده شاهین دوشنبه 1974، عبدالجبار رحمان زاده شمس الدین شاهین و عنعنه غزل سرایی در ادبیات تاجیک نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20، دوشنبه سال 2006 رساله های پرارزش تعریف نموده. جایگاه شایسته اعتبار او را در ادبیات دوران زندگیش به طور واقعی معین کردند. پروفسور رسول هادی زاده با علاوه پژوهش علمی اندر شناخت بهتری روزگار و شخصیت شاعری به قول خودش شکست خاطر و رنجور و ناتوان، قصه پرواز شاهین را تعریف نموده. در آن برابر تصویر رنج و اذیت جانکاهی در طول عمر کوتاه کشیده اش، صفتهای والای اخلاقی و ایجابی شاهین را به سلک تحریر کشیده است. خوشبختانه آثار این شاعر خوش‌ذوق هم در زمان شوروی
و هم در دوران صاحب استقلالی کشور بارها با تعداد مناسب و صفتی بلند چاپ شده است. در این زمینه به خصوص جهد و تلاش محقق و متنشناس پختکار مظفر محمدی قابل ستایش است که کلیات شمس الدین شاهین را دوشنبه ادیب 2006 640 صحیفه با صفت بلند تهیه و منظور دایره وسیع خوانندگان ساخت. مؤلفان همه تذکیره ها و استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک آبا و اجداد شمس الدین شاهین را از زمره اشراف و فاضلان سرزمین ختلان می دانند. پدر شاهین ملا امان تقریباً در سالهای 20 عصر 19 از ختلان زمین عازم سمرقند می شود. طور خود شاهین در یکی از حکایه های مثنوی تحفه دوستان می نویسد پدرش 2 سال با جهد و تلاش بی پایان به تحصیل علم مشغول شده، پیوسته از فیض صحبت اهل فضل و دانش این شهر که معدن فضلش می نامد بهره‌ور می گردید و با کمال صدق خدمت ایشان را ادا می کرد. ملا امان در این دوره به خاطر این صداقت و احترام بی اندازه اش به علما و فضلا از دانشمندی رستگار با اسم مخدوم دیوانه دعای نیک می گیرد. تو را ما 3 چیز از خدا خواستیم، یکی زان به 100 التجا خواستیم. نخستین تو را علم بخشید و مال، 3 باره فرزند صاحب کمال. نهال امیدت چنان بردهد که ذوقی می و طعم شکر دهد. دماغ خرد تازه گردد از او، هنر صاحب آوازه گردد از او. بدانش در آفاق یابد قبول، کند در دلش سری سعدی حلول. بخردی بزرگی شود در علوم، که او ماه گردد بزرگان نجوم. ملا امان پس از 2 سال برای ادامه دانش‌اندوزی به بخارا می رود و من بعد آنجا خانه‌دار شده برای همیشه زندگی در این شهر را اختیار می کند. شمس الدین شاهین سال 1859 در همین مرکز بزرگ علمی و فرهنگی ماوراء النهر چشم به عالم هستی گشاد و پدر و مادر بهر تعلیم و تربیه او توجه زیاد ظاهر می کردند. شمس الدین از ایام کودکی
از خود قابلیت و استعدادی فوق العاده ظاهر نمود و پدر هم از 2 سالگی او را به سواد آموزی هدایت ساخت و در طی 2-3 ماه نوشتن را آموخت و استعدادش شکوفا شد. بدان خورد ساری شدم خرددان، که بر من حسد برد پیر و جوان. شدم زهل دانش به سال 3-4، پدر را به من برفزود اعتبار. والدان شاعری آینده را در 6-7 سالگی به مکتب دخترانه بردند، زیرا آنها خوب آگاهی داشتند که مدرسان مکتب‌های پسرانه شاگردان خود را بسیار وقت زیر تازیانه و شلاق می گرفتند. همزمان با این پدر نیز در این جاده کوشش زیاد می کرد و خود شمس الدین از آن ایام یادآور شده می گوید: مرا سر هر علم آموختی، چراغم به 100 جاده افروختی. تحصیل شمس الدین در مکتب ابتدایی دخترانه تقریباً تا 11-12 سالگیش ادامه یافت و در این دوره به خصوص به اشعار خواجه حافظ دل بست و برابر حفظ اشعار ملکوتی او با قوانین و ویژگی‌های خاص شعری تاجیکی فارسی آگاهی پیدا کرد. شاهین در همین ایام علم انشا و هنر خطاطی را نیز فرا گرفت و در پیروی و تقلید به آثار شعرای بزرگ به سرودن اشعار آغاز نمود. در اولی سالهای 70 عصر 19 شاهین به مدرسه شادیم بی واقع در نزدیکی ریگستان بخارا شامل گردید و در اندک مدت در جاده آموزش از کل همسبقانش پیش گذشته در صف طالب علمان موفق جای گرفت و به این وجه به دریافت کمک خرجی اعلای برای طالب علمان معین شده 10 امیر مشرف شد. او علمهای رایج زمان خود، بلاغت، شعر و لغت، معانی، ریتوریک، میزان، منطق، اشراق، تصوف، حکمت طبی و الهی، فقه و کلام را به خوبی فرا گرفت و در فهم و درک نکته‌های نازک و معنی‌های دقیق نهایت صاحب استعداد، خوشفهم و نکته سنج بود. شما گفتار 67 را از روی کتاب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجم قول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی،
منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.